حضرت عمر کسی نبود که توهین بکنه به فاطمه الزهرا، به خدایی خدا و به ذات و صفات الله عزوجل بنده سوگند یاد میکنم که این حرف اشتباه غلطی. اینها ابوبکر صدیق یا عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما از فرزندان خود، فرزندان حضرت نبی صلی الله علیه وسلم، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم ترجیح میدادند. کسانی متاسفانه آوردند و القا کردند که مسلمانان میخواستند مقدر کنند، مسلمانان با هم اختلاف میاندازند. نبود در میان حضرت علی و حضرت عمر اختلاف نبوده، بین حضرت علی و حضرت ابوبکر اختلاف نبوده. اینها با هم دوستانه زندگی کردند، هر یک دیگه اعتماد داشتند. در تمام مشورت های خلفای راشدین حضرت علی رضی الله نقش فعال داشتند. اینا با هم جدا نکنید، اینا را با هم بکنید که اینا با هم زندگی کردن.